آیت الله بهجت از یکی از مراجع تقلید به نام حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی نقل می‌کند که عده‌ای از جن‌ها از او پرسیده بودند آیا جایز است با بو کشیدن از پسمانده غذای انسان‌ها که بدون روپوش و روباز هستند تغذیه کنیم؟ ایشان به این دلیل که این کار می‌تواند موجب مسمومیت و ضرر برای مردم شود آن را جایز ندانسته بودند، اما ناگهان به یادشان آمده بود که در روایتی آمده است که غذای جن از موروث است، یعنی استخوان و ضایعات چهارپایانی که سم بدون شکاف دارند، مثل اسب، الاغ و قاطر. روایت دیگری از ابو حمزه سومالی نقل شده که میگوید از علی ابن حسین علیه السلام شنیدم که میفرمود استخوان را کاملا برهنه نکنید، چون جنها هم در آن سهمی دارند. اگر چنین کنید آنها چیزی ارزشمندتر از استخوان را از خانه‌تان میربایند. به دلیل وجود همین احادیث است که برخی فقیهان لخت کردن استخوان را مکروه می‌دانند. نکته دومی که از نقل قول آیت الله بهجت فهمیده می‌شود این است که تغذیه جنها از طریق بوییدن است و نه بلعیدن. احتمالاً به این دلیل که جنها موجوداتی فرامادی‌اند و مثل انسان دستگاه گوارش و معده برای هضم غذا ندارند. در این باره نیز حدیثی از امیرالمؤمنین علیه السلام در قالب توصیه به ما رسیده که می‌فرمایند دست و صورت کودکان خود را از چربی‌های غذا و بوی گوشت بشویید، زیرا شیطان آنها را بو می‌کند و کودک در خواب می‌ترسد و دو فرشته موکل وی از آن بو اذیت می‌شوند.